نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعن أوس بن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم رحمه الله. حضار گرامی، برادران نهایت محترم مومن، حالات امروزی مسلمانا خیلی اسفبار است. در هر منطقه و در هر جا که نظر مندازی، مسلمانا دچار مشکلات خیلی گوناگون است. فتنه های آنقدر متنوع رنگارنگ در این منطقه فعلی ما وجود داره که انسان شمارش کرده نمیتونه. فتنه ها به لباس و رنگ های مختلف. ما و شما در میدان قرار داریم که از هر طرف فتنه ها سر ما هجوم آورده. مسلمان ها در همچون فتنه ها چی مسئولیت دارن؟ چی رای را تعقیب بکنه؟ در کدام کار خیر مسلمان هاست؟ و کی ما پیروز میشیم در مقابل دشمن که به این عنوانا ما را مورد هجوم خود قرار داده؟ این فتنه ها دو قسم است. یکی فتنه های هستند که مردم تفکیک هم کرده میتونه که بله نمی فتنه سبب گمراهی ما، سبب بدبختی ما میشه، از همون خاطر مردم از پیشش اجتناب میکنه، دور نگاه میکنه. اما یک قسم فتنه ها در لباس اسلام با شعار زیبا، با اینطور یک رنگ در میدان ظهور میکنه که جذب میکنه انسان طرف خود. این بسیار سخت است. دین ما زمان تاریخ آن صدمه که به این نظام واقعی اسلام رسیده شما مطالعه بکنید، اسلام آنقدر متضرر که از دست او طایفه شده که به نام اسلام ظهور کرده، به نام دفاع اسلام داد زده، ولی گرفته اسلام در حد آخرش با انواع مشکلات مواجه ساخته، از راه بیرون صدمه بزرگ ندیده. دشمنا یقینا در هر زمان تلاش کردن با اسلام مقابله بکنه. حتی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، امپراتوری بزرگ روم با او فوج تعلیم یافته و تربیت یافته خود، نه تنها که وا بیاین پیش، بلکه پیامبر علیه السلام از مدینه میبره تا مقام تبوک سفر میکنه به همراه صحابه، اما وا توان مقاومت نداره، حاضر به مقابله نیستن. میدانند کارکردگی سابق صحابه کرام در میدان جنگ مشاهده کرده، افکارشان جرأت برشان نمیده که در این میادین در مقابل مسلمان ظهور بکنه، بیا پیاده شوند. اما چی کردن؟ بعد از اینکه فهمیدن که ما در این میدان قطعا شکست خوردیم و اگر ما در مقابله برایم شکست میخوریم، این یقینشان بود، چی رای را انتخاب کردن؟ به این که و بتانن امی کیان اسلام، امی قلعه مستحکم اسلام، امی دین متین و واقعی را مبدل
به یک سلسله تشویش ها بسازه، وسوسه ها بسازه، مردم سراسیمه شوه، اضطراب و پریشانی خلق شوه. در بین مسلمان ها فرقه های گوناگون که یکی دیگه خود تکفیر کنه، بلکه اقدام برای قتل و قتال از او بکنه. چه قسم میتانه؟ ابلیس لعین برنامهش اینمی بوده. ملت چه قسم تضعیف میکنه؟ نظام طبقاتی را جور کرد ابلیس لعین در بین مردم به طبقات مختلف تقسیم میشه. پادشاه ها و کلانا درباریا را به خود، ملکا را به خود تعیین کرد، اما افراد دیگر حتی پرسان هم نمیکرد. تنها و تنها ترغیب و تشویق امو مردم میشد. توانست این دسیسه از او کامیاب شود. یهود این چوچه ابلیس و این اولاد حقیقی ابلیس. این چی کرد؟ شما میبینه دسایسی که یهود مدینه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم ترحریزی کرده آنقدر خطرناک است که هیچ پرسان نکو، ولی در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود است، وحی الله موجود است، صحابه فداکار و دلسوز موجود است که در حق دین ادناش وسوسه و شک در قلبشان را نداره. از امو خاطر یهود نتانستن برنامه های خود کامیاب بسازه. اما بعد از وفات و رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم از این جهان تا یک زمان امی قلعه مستحکم اسلام همونطور مستحکم بود، تا ای که توسط افرادی که در ظاهر دعواگر اسلام، غمخور اسلام، چه قسم نفاقی را پیدا کنن، سوراخی را پیدا کنن که از اونجا شکار بکنه. در بین خلفای اربعه یکی را جبت و طاغوت معرفی کو، دیگر را الله معرفی کو. علی رضی الله عنه را نعوذ بالله از مرتبه انسانیت به الوهیت برسانه و برای به نام محبت اهل بیت صداها سر زدن. کی میگه که محبت اهل بیت بد است؟ هیچ کس نمیگه، کلگی همی گپ میپذیره. اما جانب دیگه صحابه که واقعا فداکار اسلام بودن، یقینا اسلام آبیاری کردن و نهالش در ثمر رساند. ما بس اوقات وقتی تاریخ مطالعه میکنی، واقعات احادیث میخوانه، بسیار تعجب میکنه. کارکردگی و فداکاری ابوبکر رضی الله عنه را وقتی شما مطالعه میکنه انسان بیخی تعجب میکنه. در روزگاری که علی رضی الله عنه طفل است، نه دفاع از پیامبر میتونه، نه تصدیق پیامبر علیه السلام میتونه، نه تا کدام کارایی دیگری میتونه، لیکن در او روز ابوبکر رضی الله عنه در میدان استاد است. به خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم طور لط میخوره که بیهوش میشه. ما تعجب میکنم که طایفه های آینده بیایه و خط بطلان، نعوذ بالله، خط بطلان نه بلکه نسبت ارتداد به همچون شخصیت بزرگ اول اسلام ابوبکر رضی الله عنه بکنه. امروز علمای ما، متنفذین ما، وزیرای ما، وکیلای ما در برابر همچه اشخاص شانه به شانه داده که امو مردم امی نسبت ارتداد به می شخصیت بزرگ اسلام، اول اسلام، ابوبکر رضی الله عنه میکنه، ولی خبر نداره که اسلام از کجا صدمه بزرگ دید. امروز چرا اسلامی قدر صدمه بزرگ دیده؟ چرا انشعاب است؟ چرا تفرقه است؟ چرا جدا جداست؟ چرا ملت پارچه پارچه شده و دیگه هم پارچه پارچه شده رویست و همی پارچه بودن ما دیگه هم تلاش میکنیم. بله کامیاب شد. این موضوعی است که طفل ما باید شاهدی موضوع باشه و بدانه، درک بکنه که اسلام از کدام ناحیه ضربه خورده، اسلام چرا در بدر شده. این هر کس باید بدانه. اگر این حقیقت ندانه واقعا من خود هیچ مسلمان گفته نمیتونم بوده. اما آیا وقتی ما درک کردیم که اسلام ضربه از کدام ناحیه دیده، امو ناحیه، امو جهت، امو دسیسه، امو نیرنگه، امروز ما صد رای شدیم، دروازش بسته کردیم،
آیا مورد فریب وسوسه های دشمنای دین نمیخوریم فعلا؟ یعنی که امروز هم دروازه های ما مسلمان ها در روی همچون مکاران و دسیسگران باز است. دل ما که رنج میبره نمیره رنج میبره که امروز هم افرادی که خوب خدا وابسته به کتاب الله و سنت رسول الله میگیرند، اما دروازه قلب خدا به وسوسه شیطان باز کرده. یک برادر مسلمان دیگهش که در یک جهت و در راه خدمت روان است، و جای از که این خود تلاش بکنه برای خدمت دین، همکاریش در او جهت بکنه، باز وقتی که خلل و نقصان پیدا میشه او را در راه خیلی مخفی در یک جهت گوشه برش امو گپ بگویه که اینی خلا را من در تو میبینم، به نظر من خلا معلوم میشه، اما شده میتونه این خلا نباشه، بلکه اصل حقیقت باشه، واقعیت باشه، راه پیروزی و رمز پیروزی و کامیابی باشه. اما امروز بدون از اینکه تفکر بکنیم، مطالعه بکنیم، بی اندیشیم، خود هیچی نمی کنیم، اما برادر دیگر از درا نمیگذاریم که امو راه را خدمت بکنه، امو راه را جاری بکنه. لباس نفاق قدش می پوشانیم، نسبتا نه، تنها نسبت نه، فتوای کفرش هم میدیم و حتی مردم مانع میشیم که پشت از این نماز نمیشه. این فتنه بزرگ است. از این که در فتنه بزرگ دیگه اومد دیگه نمیاد، یادتان باشه. به الله قسم یهود هر کس میشناسه، نصارا را میشناسه، کسایی که دشمن دین است خوب میشناسه. اما بیدینترین شخص در افغانستان کمونیست بگو تو یهودیستی، خدا میکوشه خود نمیگه که من یهودیست. شب و روز تلاش داره برای تخریب دین، اما امی لقب در خود نمیپذیره. ما در سخت فتنه بزرگ مواجه هستیم. اگر ما از بیداری و هوشیاری خود کار نگیریم، اگر ما واقعا خود به مسئولیت خود متوجه شده و نشناسیم که ما چی مسئولیت داریم، آیا ما برای فتوا دادن مردم نشستیم که مردم فتوا بدیم، یا ما خود در محدودی قدرت خود در برابر اسلام چی خدماتی کردیم؟ من حیث یک امام مسجد، من حیث یک استاد در مکتب، من حیث یک مامور در دفتر، من حیث یک دریور، من حیث یک دیقان، اما مسئولیتی که در برابر دین خود دارم چقدرش ادا کرده؟ لااقل در مورد نماز خود فکر میکنم که 5 وقت نمازم به جماعت است یا نه، در تکبیر الله شریک هستم یا نه. این گپا را دقیق بشنوی، بسیار دقیق بشنوی. او جوانا، او طبقه که واقعا متاثر میشه، زود احساساتتان، عاطفیتان، همون غیرتتان که در حالت نمو و پرورش و جوش است، زود متاثر میشه، زود زیاد متاثر میشه. و جای از این که بشیریم فتوای مردم بدیم که کافر است، این طاغوت است، این اینطور است، این ولو برا را نمیفهمه، و جای از اون متوجه خود شویم. اول مسئولیت خود ما داریم، ما به خود متوجه شویم که ما در برابر دینی که عقیده دارم چی کردیم، همین دین مکمل در وجود ما آمده یا نه آمده. بعد از او کمکی فراتر میریم، اولاد خدا، برادر خدا، خواهر خدا، مادر خدا، پدر خدا، دور نمیریم، خانواده خدا، ما حول خدا. از اخلاقم خانواده ما چقدر متاثر است، از عقیده ما خانواده ما چقدر متاثر است. من از می دعوت دین به می خانوادم دادم یا نه؟ یعنی که در مسند فتوا نشستم مردم فقط تاپا بزنم، کدامش؟ یا بشینم در راهی که مردم فقط اغوا بکنم که اینجا در این مسجد نروی، فلانی پشتش نماز نخوانه، فلانی کافر شده، کدامشه؟ خب دقیق متوجه باشید. الله متعال از ما و شما سوال نمیکنه که چرا فلانی را کافر نگفتی، طاغوت نگفتی، بلی چیزی که خودت فهم داری بازم در فهم خودم اتکا نکن، روی اساس دلایل کتاب الله و سنت رسول الله مراجعه کو به علمای برجسته که تا حقیقت دین برات معلوم شود و واضح شود. مراجعه بکن،
بعد از او سرش عمل بکن. عمل کردن مردم سری تو مکلف نیستی. پیغمبر مکلف نبود. لست علیهم بمسیطر. تو مسلط نیستی سر مردم که عمل میکنه نمیکنه دین به مردم میرسونه. الله مکلف کرده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، چیزی که برات آمده او را برسون. نگفته مردم آماده بساز که عمل بکنه، این را نگفته. ما در عظیم فتنه روبرو شدیم، حتی مانع دعوت مردم، خدمت یک تعداد مردم میشه. 4 دانه دوست میبینیم که در جای خدمت دین میکنه، نمیخوایم امو دمو حالت خود باقی گذاشته شود، بس که لقب برش گذاشته رایستیم، لقب برش گذاشته رایستیم. سعی کنی بدانه که نشود که از او جمله که یصدون عن سبیل الله جور شویم، نعوذ بالله. بجای از اینکه تو خود دعوتگر، خود مجاهد معرفی میکنی، لیکن در حقیقت تو مانع راه الله متعال جور شده باشی. عجیب است. یقینا زندگی صحابه برای ما الگو نمونه است. میدانستند معاویه رضی الله عنه بنابر خطا اجتهادی برای نادرست روان است، او در اجتهاد خطا شده، فتوای کفر نداده به کسی. همون صحابی که میخواست تران از هر دو طایفه گوشه میکرد، خدا لااقل امی قدر احتیاط میکرد. امروز مفتیا زیاد شده، خیلی زیاد. در جهان یک مسلمان باقی نمیمانه. عزیزان گرامی، کی میخواه؟ آیا ما میخوایم که نعوذ بالله کل عمر خود در محنت و زحمت دیر کنم باز مستحق جهنم باشم؟ چی تصور داری شما؟ حیات خود در خطر بندازیم، زندگی خود در خطر بندازیم، اما ما برای خود کسب بکنیم جهنم امکان داره؟ چطور شده میتونه؟ ولی افسوس است. ما اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم یقینا کلمات جامع داره، کلماتی که انسان بالکل درست میسازه، خلاص متوجه شویم، حقیقت درک میکنیم که ما چی بکنیم. هر کس در محدودی قدرت و امکانات خود مسئولیت داره. چقدر امکانات داری، چقدر قدرت داری، چقدر دین خدمت کرده، ارزیابی کن، زندگی ارزیابی کن. تو را به الله قسم بگو بشی که من امصبح از وظیفه فردی خود گرفته تا وظیفه اجتماعی چقدر مفاد به مردم رسانده. لااقل ذهن یک آدم در مورد دین چقدر خلاص کردم. به الله قسم در افغانستان ما، من میگم اولترین فریضه، اولترین امر مهم و اساسی ترین امر مهم برای مردم الله شناسی است. الله شناسی، که الله را بشناسند. دین روز در موتر امرای مولی سیبا جرو بحثی ما بود، سر ملت گپ میزده. ملت از کجا بفهمه؟ از مادر تولد شده، در جماعت در نماز آمده، نماز خوانده، در جماعت استاد شده. شاید در یک مجمع بزرگ اعلان بکنم که مردم اسلام برای ما تشریح کنی، نمیفهم. ایمان چی را میگه؟ اگر جواب داده تاریست میگم بیشک که ایمان چیست. ایمان سیب است، شفتالو، زردالوست، رنگش سرخ است، سفید است، چی است؟ امیالی ما در توده های مسلمان خود مردمی داریم به الله قسم اگر ایمان بشناسیم که ایمان چیست. ما مطالبات خیلی بزرگ از پیشش داریم. ما در این جامعه چقدر خدمت کردیم، ملت خود چقدر آگاه کردیم. ملت مفهوم ولا و برا را فهمید یا نه؟ ما در روز عیدم گفتم نواقض اسلام درک کرد یا نه؟ یا نه که یک کسی یک دفعه لا اله الا الله میگه بس خلاص است دیگه، همه چیز یعنی مؤمن شد دیگه. اگر 1000 نواقض لا اله الا الله را انجام میده، ای باز هم میتونه مؤمن باقی مانده. ما میگیم ایمان چی را میگه؟ ایمان اگر بفهمه، ایمان اگر فهمیده شود. بگو ما قریب خواب میکردیم که در بیخی گوش ما اتور دولو سرنای مرش شد که پرسانده. ما بس اوقات البته دیگه چیز نمیگم، اما ملت اگر دیگه موضوع را نمیفهمد، دیگه مسئله را نمیفهمد،
امی حالات وطن و مردم خامخا و چشم سر میبینه. دمی گرد بر ولایات ما، دمی خود کابل ما مردمی را داریم که در بیگاه نان نداره. ما فامیلایی داریم که یک هفته گریان کرده، یک هفته در گریان است. اما تو مسلمان چطور وجدانت اجازه میده که بیا باز بعد از 2 بجه شو سازنده را بیار به خاطری که توی بچه است؟ آیا اگر این مسلمان این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده باشد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، این حدیث پیامبر شنیده باشد، از ضرر دست و زبانش به امن باشد. پیغمبر علیه السلام ایمان نفی میکنه از او کسی که همسایش به تکلیف باشه. یک زن آمده بود، مادر مومنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بسیار زنی خوب است، بسیار عابد است، اما همسایه از پیش به تکلیف است. پیغمبر علیه السلام میفرماید که در جنت داخل نمیشه تا وقتی که همسایه به تکلیف باشه. علمای ما، ملت ما اگر این حدیث بفهمه، چرا 10,000 20,000 30,000 50,000 افغانی را به سازنده میده؟ سازنده چی میکنه؟ لند و غند یک جای میشه، در پیش روی دختر و خواهر و زن خود او را میرقصانه. او بدبخت امی تو چشمت کار کرده رویسته که کدام زن خوبیش است؟ زنم داری، مادرم داری، خواهرم داری، دخترم داری. تو را بالله قسم اگر تو مومن باشی چشمت غلط به کسی دیگر بیرود، باز بیا رقصانده را در پیش ناموست برقصان. خب ما از کدام اسلام گپ بزنیم؟ مردم که اسلام شناخته باشه همین کار میکنه. باز در وطن ما کدام حالت است؟ چی حالت است؟ یک دفعه تا زندان برای امتحان بروی، از مردم سوال بکنی که کالا دارن یا ندارن. برای مردم کالا پیدا میشه که بپوشن یا کالای کنی مردم هم میپوشن. و مسلمان ما چون ملت ما کی بیدار میشه و کی میفهمه؟ یک فردی نیست، گرد و بر کل همسایه است. مسلمان هم از ترجمه قرآن هم شنیده، حدیث هم شنیده. لا اقل امی قدر خامده میتونه که جمع شوه که برادرکم اگر توی داری دروازه خانه تا بسته که دموج سازی تا بیار، زنی تم بشون برش، دختری تم بشون، خواب تا صبح برقصان. امو تورام شد، امو تورام میشه. دیده کلگی دیده. خود اسلام میگه. اسلام کدام اسلام گفته؟ تو را بالله قسم که شو رقاصا را آوردی رقصاندی، تو را بالله قسم نماز صبح خواندی؟ در پس شوی که ما خیستیم هنوزم ساز شروع بود. چطور اسلام خدا خطاب میکنی؟ کدام مسلمان خدا؟ کدام مسلمان؟ حیات در اسلام تو بی فاطمه زهرا رضی الله عنها سیدت نساء اهل الجنه، سردار زنان جنت، با دول و سرنید توی شده، سازنده رقص کرده. آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم 9 زن نکاح کرده، در کدامش دول و سرنید بود؟ آیا اینقدر صحابه کرام از ما کده خیلی بالا مراتب داشت؟ اگر تو بگی که فقیر بودن، نه، عبدالرحمن ابن عوف و عثمان رضی الله عنهما را سرمایش بسنج، امو سرمایه‌دار ترین شخصی در سرمایش نمیرسه. آیا او رقاصا را آورده رقصانده؟ خب من ملامت نمی کنم همین مردم. بگو چرا ملامت نمی کنی؟ به خاطری که حدیثی پیامبر در گوششان گفته نشد، اسلام در گوششان تشریح نشد، ایمان برشان توضیح داده نشد که ایمان چیست. این حرام نمیگه، این حلال میدونه، بلکه 4 دانه مدیرای شیطانی دیگه میگه که مرده به گریان خب معلوم میشه و توی به دنگودو. این گپم برات میزنه. در این فیصدی افغانستان بری از مردم پرسان کنه، در 100%، 80% مردم موسیقی را قطعا ناروا نمیدانه، غذای روح میدانه.
از این ملت تو توقع جهاد داری، از این ملت تو توقع کمال عبادت داری، از این ملت تو مقابله یهود و نصارا را داری، از دو ملت تو میگی که فرهنگ مبتذل غرب در اینجا کارگر نشود. امروز چقدر شنونده های رقاصای تلویزیون داریم. گپی دین زیاد شنیده میشه، گپی فساد. پس راجع میشه که ما مسئولیت خود ادا نکردیم. این مسئولیت متوجه کلگی است. کدام مسئولیت؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک کلمه میگه الدین النصیحه. دین نصیحت است، دیگه چیز نیست. یا منظوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که در دین شعبه های زیاد داره. دین خود حدیث جبرئیل امین 3 چیز گفته: اسلام، ایمان، احسان. هنوز سوال از قیامت هم. زمانی که پیغمبر علیه السلام عمر را در میگه که شخص شناختی، گفت هذا جبرئیل اتاکم لیعلمکم دینکم. این جبرئیل امین است، آمده بود برای شما دین تعلیم بده. معلوم شد دین عبارت از اسلام، ایمان، احسان، هر سه‌اش است. اینجا پیامبر علیه السلام میگه الدین و النصیحه، دین فقط نصیحت است. مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حج میگه الحج العرفه، حج عرفه است. حج خو سعی بین صفا و مروه میشه، طواف زیارت هم میشه، رمی جمرات هم میشه، نحرام میشه، حلق هم میشه، احرام هم است. بسیار مراسم داره. لیکن معظمترین، بزرگترین جز در حج عرفات است. چرا که عرفات از بین رفت، حج فرضی از بین میره، دور میخوره به عمره میشه، خیر و خلاص. حج از پیش رفت. معظمترین رکن در حج عرفه است. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمه که حج خو شعبه ها مختلف داره، اما معظمترین ستونش نصیحت است. نصیحت چی را میگه؟ یا امین نصیحت شامل اسلام ظاهری، انقیاد ظاهری، اعمال، شامل عقیده، شامل احسان که اخلاص به خاطر هر عمل به خاطر الله باشه، کلش شامل میشه. یقینا دین مکمل نصیحت است. محدثین کرام نوشته میکنه، بعضیش میگه که ربع دین نصیحت است، بعضیش میگه نصف دین است، اما بعضیش میگه کل دین است. یقینا پیغمبر علیه السلام میگه الدین و النصیحه، دین مکمل نصیحت است. نصیحت چی را میگه؟ در لغت عربی نصح 2 معنا را داره. عسل وقتی که از امو مواد دیگهش پاک میسازی، صاف میکنی، جالی مالی را میپرتی که عسل پایین بره و خشپلکا باقی بمانه، ایرم نصیحت میگه، خالص کردن عسل. با این مفهوم و معنا میشه دین عبارت از چیست؟ خالص کردن است. هر عملی تا به خاطر الله متعال. الله اکبر. انسان بنده الله وقتی میشه که هر عملش به خاطر الله است. سلامی ما، کلامی ما، دوستی ما، دادی ما، گرفتی ما، همه گپای ما به خاطر الله متعال باشه. این تعبیر به اخلاص میکنه. او اخلاص که نباشه، یقینا عمل به نزد الله متعال قطعا مقبول نیست، ولو که هر قدر عمل بزرگ باشه. مسجد جور کرده 10 منزل 10 و روزانه 2 میلیون نفر نماز میخونه، اما خالص به خاطر الله جور نکرده، قابل قبول نیست. اینقدر اهمیت داره اخلاص. یا نصح میگه 2 چیزی که جدا شده با هم پس دوختن. خیاط ناصح میگه به خاطری که درزای کالا را با هم پیوست میسازه. من منظورم سر همین نکته است. امروز ملت پاشیده شده، یکی از دیگه جدا شده. ما تلاش بکنیم که یک جای بکنیم. احمد از محمود جدا شده، فرقه فلانی از فرقه فلانی جدا شده. تلاش بکنیم یک جای بکنیم. بجای از اینکه تاپی کفر سری هر کس زده بریم، بیایی که از نصیحت کار بگیریم. خیرخواهی، خیرت به مردم برسه. خیرم چی رقم برسه؟ آیا با تاپ زدن؟ ضربی بزرگ است. مسلمان ها ما که تباه شدیم به می خاطر. چرا که نصیحت نمی کنیم؟ خیرخواهی در قلب ما نیست. احساسی خیرخواهی نداریم که با مسلمان چه قسم خیرخواهی کنیم. دین نصیحت است، خیرخواهی است. پیغمبر همی قدر گفت، آیا صحابه آرام میشینه به می کلمه اجمالی و مبهم اکتفا میکنه؟ کلا قطعا نه. زمانی پیغمبر گفت دین نصیحت است،
نصیحت هم گفتیم که دو چیزی جدا شده را با هم ضم بکن، جمع بکن یا خالص بکن یک چیزه. صحابه گفتن قلنا یا رسول الله لمن؟ نصیحت برای کی؟ ما خیرخواهی کی را بخواهیم؟ چطور عملی انجام بدیم که سبب منفعت دیگه کس باشه؟ همینطور کار بکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه اولش گفت لله، نصیحت برای الله است. ما به الله خیر رسانده میتونیم؟ الله به خیر ضرورت داره؟ الله بی نیاز است. اینجا نصیحت به الله معنایش پس راجع به بنده میشه. هر عملی که تو به خاطر الله انجام میدی ثمره و نتیجهش پس عود میکنه برای تو. نصیحت به الله چیست؟ ایمان به الله. امور رقم که لایق شان الله است. عقیده در تمام افعال الله متعال الله را یک و یگانه بدانی، کسی را برای شریک نسازی. زمین پیدا کرده به کسی معاون ضرورت داشت؟ نه. کسی قطش کمک کرده؟ نه. تدبیر ایجاد مخلوقات کرده، تدبیر مخلوقات کرده، تصرف در مخلوقات داره. به کسی ضرورت داره؟ کلا قطعا نداره. این وقت نصیحت برای الله زمان میشه که ما در این توحید ربوبیت امیتور عقیده را داشته باشیم، تصرفات در افعال الله متعال یک و یگانه بدانیم، محتاج به کسی نداریم. پیدا کننده، تدبیر کننده، تصرف کننده، میراننده، زنده کننده، عزت دهنده، ذلت دهنده. در افعال الله را یک نسبت یگانگی کردن، اینی را توحید ربوبیت میگه و این نصیحت برای الله است. در توحید الوهیت یعنی عبادت خاص برای الله ساختن. هر عبادت فعل بنده است. عبادت فعل بنده است و هر فعل بنده که عبادت نامیده میشه و عبادت وقتی نامیده میشه که گفتار یا کرداری تو که پسندیده الله باشه، خوشی الله باشه، این را به نام عبادت میگه. این را خالص برای کی؟ الله بسازی، حق الله بدانی، حق دیگه کس نداری. الله اکبر. اگر در یک حدیث پیغمبر علیه السلام تشریح شروع شد که پیغمبر میگه دین نصیحت است، زمان صحابه میگه نصیحت برای کی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول مرحله را بیان میکنه، لله، برای الله. نصیحت برای الله است که ما عبادت حق الله متعال بدانیم و کسی دیگر قائل نشیم که او مستحق است. الله اکبر. بیا دیگه حالات مردم ما را ببین، کیا واقعا عبادت حق الله میدانه یا نه که مخلوق هم در شریک کرده؟ آواز به کی میده؟ نظر به نام کی میکنه؟ دعا از کی طلب داره؟ قسم به نام کی میخوره؟ عبادت برای کی؟ اگر این تشریح شود ملت ما تعالی را سجده را به غیر الله جایز میدانه، میکنه سجده. نظر مشهور است مناطق ما و شما. دعا آواز در هر مشکل، در مو سخت مشکل به سخی صاحب به فاطمه و به حسین رضی الله عنهما آواز میشه، به پیران پیر و به زیارت ها آواز میشه. این نصیحت برای الله نکرد. دین نصیحت بود و این مردکه نصیحت برای الله نکرد. امو اسماء و صفاتی که الله در قرآن برای خود ثابت کرده بدون تعطیل، بدون تشبیه، بدون تکییف، بیان کیفیت، بدون تأویل، برای الله ثابت کردن امو رقم که لایق شان الله متعال است. اما امروز ما واقعا همینطور هستیم؟ بعضی مردم حتی از صفت الله منکر است، میگه الله پس زنده نمیتونه. امروز داریم ما طایفه ها میگه ما گیاواری پیدا شدیم پس همینطور فنا میشیم. در پشت سری ما کدام قدرتی نیست که ما را پیدا کرده و پس حتی ما محاسبه و حساب و کتاب میشه. فعلا موجود است. مردمی داریم که زمزمه میکنه در گوش مردم، الله اینطور مردم هسته که الله را سر عرش میگه. باز نسبت تهمت غلط و نادرست میکنه که الله ماسل ماواری نشسته پای خود کشال کرده. احمق می گپ نمیزنه. قرآن میگه لیس کمثلی شیء، ما الله را مشابه کسی کرده نمیتونیم. ولم یکن له کفوا احد فلا تضربوا لله الامثال. ببینه او این نسبت به اینطور یک شخصیت بزرگ دین
شخصیتی که امروز مسلم به نزد تمام علمای جهان است. با واسه که ما معصوم نمیدانیم شاید خطاهای داشته باشه، اما علمیتی از او، خدمتی از او مسلم است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او را میگه که او مجسم است. تو که کلمه تا یاد نداری قدر گپا را میفهمی، او طور شخصیت توی نسبت میکنی. من که میگم برادران، بجای از که مفتی جور شه مفتی، حتی با مرده های سابق خود فتوا داده بریم، در خود متوجه شویم که چی کردیم، اسلام چه قسم فهمیدیم، به اسلام چقدر خدمت کردیم و چی میتونیم. یک طایفه ما از او جانب فتوا داده رویست، یک طایفه ما از این جانب فتوا داده رویست. فتوای عادی نه که نماز چیسته شده یا نشده، نه، فتوای ازی که تو یا جهنمیستی یا جنتیستی، اینطوری فتوا برات میده. در سطح علمای ما تا آلی را اسما و صفات الله متعال تاویل میشه. تاویل میفهمید کدام صفت که در قرآن کریم برای الله ذکر شده او را معنای اصلیش نبگیره، معنای دیگره. ید برای الله ثابت است. کدام رقم ید؟ ما وقت فیصله کردیم که لیس کمثله شیء. الله صفتی که الله برای الله ثابت است با مثل مخلوق شده میتونه؟ قطعا نمیتونه. یا میگه نه مراد از ید قدرت است یا نعمت است. چرا؟ اگر ید ثابت کنیم باز به الله جسم ثابت میشه. نه، الله به مثل مخلوق نیست. چرا جسم ثابت میشه؟ در قلب تو عقیده تشبیه وجود داره، از خاطر تاویل میکنی. اگر در قلب تو عقیده تشبیه موجود نبود این تاویل نمیکردی. به الله همون صفت ثابت است، همون رقم که لایق چیست؟ شانش است. الله شنیدن میکنه لایق شان خودش، نه مثل ما واره. الله قدرت داره. ما تو پیدا میکنیم، یک کار میکنیم، در روشنی میکنیم، اسباب موجود میباشه، مواد خام میباشه، ترکیب میدیم، یک چیز جور میشه. پکر چه قسم ساخته یک آدم. اما الله از عدم یک شی موجود میکنه، هیچ چیز وجود نداره، مواد خام وجود نداره. بدیع السماوات والارض. چرا تو الله را مثل مخلوق فکر میکنی؟ موضوع خیلی مهم است برادران. عقیده در مقابل اسما و صفات الله متعال. هر اسم و صفتی که در کتاب الله و در حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای الله ثابت است، ما امور ثابت میکنیم. نه معطل میسازیم، نه تشبیه میکنیم، نه کیفیتش بیان میکنیم و نه تاویل میکنیم، بلکه برای الله ثابت میکنیم. این عقیده کیست؟ اهل سنت و الجماعت. یک مرتبه صحابی از پیغمبر سوال نکرد که یا رسول الله برای الله چی رقمیت است. چرا؟ وقت فهمیده بودن که ولم یکن له کفوا، برای الله کفو نیستن، مثال نیست، مشابه نیست، مماثل نیست. پس آن چیزی که به الله ثابت است او غیر است از مخلوق، این بر الله گپ است. لیکن امروز بریم علمای امام هم عقیده را داره، تاویل میکنه صفات. اول الدین النصیحة قلنا لمن یا رسول الله؟ قال لله. نصیحت برای الله. نصیحت برای الله بود که عقیده درست در مورد الله متعال داشته باشیم. امی عقیده درست در مورد الله متعال ما داریم؟ ببینیم، یعنی ریسرچ کنیم، ارزیابی کنیم، از خاندان خود گرفته تا خیل و تا قوم و تا منطقه و تا وطن خود، که ببینیم که واقعا امی عقیده که یقینا قرآن بیان میکنه الحمدلله کل صفتای کمال مخصوصی الله متعال است. امی گپ وجود داره در مردم؟ کل صفتای کمال مخصوصی الله ساخته، یعنی که یک بولک صفات را بر کسای دیگه داده؟ چه رقم است؟ عزیزان گرامی، نکات دیگه شد در جمعه های دیگه انشاءالله پیش میبریم. با ما مسئولیت چیست؟ اول همین نصیحت لله را خود تطبیق کنیم در جان خود، در بیادری خود، در اولادی خود، در خانواده خود. مفتی جور نکنیم خدا. صد رای یک خدمت دینی کسی را نشویم. یک آدم برادری خدا میبینیم خدمت دین میکنیم، دیگه هم تشویق کنیم. نیمه امکانات قطعه است من میبرم که بگی برادرم امیره امی خدمت تو انجام میدی، الله تعالی دیگه هم توفیق بده. لیکن مرا تو در راه میگی که نه برای ازی نبر، یکی خدمت انجام میدی چاره میکنه نکو سکو به دردت نمیخوره، این دیگه رقم آدم است، نکنه. امروز مسلمان ها بسیار دردار دیده و میبینه، دردار پیش رویش است، اما ما نکنیم که نعوذ بالله
باعث سد راه خدمت‌های مسلمان‌ها و جوان‌ها شویم. بیا یک کمی فکر بکنیم ما در محدودی قدرت خود، امکانات خود چقدر در دین الله خدمت کردیم، چه قضا سم رسیدم، چقدر اخلاق و روش نیک خط همسایه خود کردیم، همسایه خود متاثر ساختیم که یک روز قطمه در مسجد بیا نماز بخونه. چقدر کار کردیم. یعنی که در قریه بری انگشت نما برات نشان بده که چند نفر است، این نفرات ما را اینطور کده، ریش سفید از او شکایت داشته باشه چیخ بزنه، او ساتناس از او چیخ داشته باشه. نه برادرم، دین بری تو چی را نشان داده؟ انشاءالله این کلمه پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی خود عملی بسازیم. در قدم اول ما نصیحت برای الله میکنیم، عقیده صحیحی که در مورد الله متعال ما مسئولیت داریم باید او را داشته باشیم و در یک برادر دیگه خودم امیر بیاریم، همون برادر ما آشنایی با یک عقیده پیدا کنیم. همین نصیحت برای الله متعال است. فایدهش به تو بر میخوره پس میگرده، الله ضرورت برات نداره. اما الله به اینمی قدر عمل که تو هرگاه در صدد و فکر عزیزی که یک برادر مسلمان عقیدهش صحیح شود، الله از پیش تو بسیار خوش میشه. الله عوضی دوباره را به تو میده. ما چرا آرام نشستیم؟ از امکاناتی که در دست داریم صرفه نکنیم، دریغ نکنیم. این فرصت ها از دست ما میره، این وقت ها از دست ما میره، پس بر ما عود نمیکنه. این موقع است. چقدر از عمر خود برای خود کمایی کردیم، از امکانات خود به خود کمایی کردیم. میره خصوصا طبقه جوان. عمر جوانی چیزی عادی نیست. در جمله چیزایی که در قبر الله متعال سوال میکنه، یکی و فی شبابه فیما افناه، در مورد جوانی تا هم سوال میکنه در چی چیز فنا کردی، در چی چیز؟ در فتوا دادن کفر تکفیر، در این چیز که فلانی را وسوسه کرده برو، یعنی که در خدمت دین چی از دست دامت کار کردی، پتی کده، ریا نکو، خود نشان نده من اینطور کار کرده رو ایستم، الله باز تواید میکنه و عملی که برباد میسازه. خدمتی که در دین میکنی از الله متعال توفیق اضافی شد، خواسته برو که یا الله مرا در تمام شعبه های دین توفیق نصیب بکن که من خدمت دین کرده بتانم. از این خاطر اگر ما جلوی امی فتنه را نگیریم و در خود نشویم، این فتنه بزرگ است، سبب بند شدن بسیار خدمات دین میشه و امت ضربه میبینه، ملت ضربه میبینه. ما زیاد مثال براتون نمیگم. اگر کسی سر ما فتوا بزنه، بس صدها نفر در ترجمه قرآن کریم شریک شده، الحمدلله بس صدها نفر مقصد قرآن فهمیده، از قرآن فکر گرفته، وظایف خود ترک کرده که حرام است، آمدنش حرام است، همون را ترک کرده، در خانه خود انقلاب و تغییر آورده. تو سر ما فتوا لگاندی، به هزاران نفر گناهش سری تو جناب محترم است، تو مانع شدی. برای از اینکه مردم حقیقت دین درک میکرد تو فتوا دادی علیه ما، با وجود از اینکه تو سندی نداری مبرهن که تو ثابت بکنی که بله تو در اینمی حالت است. ما بسیار فکر بکنیم. مسئله تکفیر، فتوای کفر برای کسی، این بسیار مهم موضوع است، خود داری کنیم. این موضوع علیحده است که با سرش بحث شود. ما میگم دین نصیحت است. برادرها، قدرت و توان ما که در کدام گوشه میرسه برای خدمت دین اقدام کنیم. بالله خود دمی محدود امکانات خود امتحان بدیم که الله ما دمی محدود امکانات خود مخلص هستم، راستیم اینی را انجام میدم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.